میریم واسه پخت 50 عدد مرغ مجلسی. میریم واسه آماده‌سازی سبزیجات. اول پیاز، میریم واسه سرخ کردن پیاز، واسه خرد کردن کرفسش، واسه سرخ کردن کرفسش. میریم واسه خرد کردن هویج و اینم از هویجش. اینم از فلفل دلمه‌ایش که خرد میکنیم، از فلفل دلمه‌اش، اینم از سیرش، اینم از رب درجه یکش. اما مهدی اینم راز خوشمزدگی مرغاست. زعفرون، قائنات، پودر سیر، زنجبیل، ادویه کاری، فلفل قرمز، زردچوبه، نمک. اما مهدی اینم سرکش. میریم واسه اضافه کردن سسش. آب جوش اضافه میکنیم. اینم از لیموهای خیس شده که اضافه میکنیم به مرغ. الان درش رو میبندیم به مدت 1.5 ساعت بپزه آماده بشه. مرغمون حاضر شده. میریم واسه کشیدن.